اسماء بنت امیس. اسما زن ابی بکر خلیفه اول، 2 تا بچه داره، یکی اسمش محمده، یکی اسمش ام کلثومه. دقت کنید، این محمد ابن ابی بکر و ام کلثوم بنت ابی بکر وقتی امیرالمومنین اومد مادر اینا رو گرفت، اینا تحت کنترل حضرت علی طریقت از علی قرار گرفتن. حضرت فرمود دیگه نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی، این بچه من. درسته مال باباش ابی بکره اما معلمش من دیگه همه هم میگفتن محمد ابن علی. شهیدم شد در راه ابی عبدالله. گوش بدید جوان ها، ام کلثوم خواهر این آقای محمد ابن بکر همون ام کلثومیه که به اجبار عمر خواستگاری کرد و حضرت علی ام کلثوم دختر ابی بکر رو داد به عمر. آیون وهابی الان تو کتاباشون می‌نویسن که اگر اینا با هم اختلاف داشتن چرا امیرالمومنین آمده دخترشو به قاتل همسرش داده؟ دختری که علی به عمر داد دختر فاطمه نبود. دختر کی بود؟ دختر علی نبود، دختر ابی بکر بود. دختر ابی به عمر دادن چه چماقی سر علی به نقش محوری و فوق العاده چشمگیر حضرت ابوبکر عمر صورت میگیره، ازدواج میمون مبارک، و نتیجه این ازدواج 5 تا فرزند میشه: حسن، حسین، محسن، ام کلثوم و زینب. 5 تا فرزند که محسن در سنین کودکی از دنیا رفتن، 4 تای دیگر باقی ماند. حسن و حسین که جایگاهشون مشخصه، و بعد ام کلثوم یکی دیگر از دختران حضرت علی و فاطمه است که در کتب برادران اهل تشیع این قضیه هم آمده که بسیاری از علمای شیعه و سنی این واقعیت رو اذعان کردن که حضرت علی دخترشان ام کلثوم که از فاطمه هم بود به ازدواج حضرت عمر بن خطاب درآورد. بشنوید مورخ مشهور شیعی احمد ابن ابی یعقوب در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 35 می نویسد: عمر ابن خطاب از علی مرتضی ام کلثوم را خواستگاری کرد. حضرت علی مرتضی فرمود: ای عمر، ای محبوب من، مگر نمیدانی که ام کلثوم کوچکه و هنوز به سن تکلیف نرسیده؟ گفت: ای علی مرتضی، من عجله‌ای ندارم و من قصد دیگری هم ندارم، ولی این حدیث رسول الله که کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامه الا سببی و سحری، هر نسب و حسبی، هر رشته خویشاوندی در روز قیامت قطع خواهد شد مگر اون کسی که رشته خویشاوندیش با من محمد رسول الله پیوند بخوره. من دیگر قصدی ندارم، بلکه من عمر بن خطابم میخواهم تا روز قیامت در صحرای محشر هنگامی که صدا در میرد اهل بیت و دامادهای رسول الله کجایند، خاندان رسول الله کجایند، عمر بن خطاب هم کنار رسول الله و جزء خاندان عمر. من میخوام جزء خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشم. و حضرت علی بدون هیچ گونه چون و چرایی دخترشان ام کلثوم را، لخت جگرشان را برمیدارن به عمر بن خطاب میدن و اون را به عنوان داماد خودش برمیگزینن. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 35. بشنوید صحبت دیگر را که از امام جعفر صادق سلیمان ابن خالد میفرماید: من پرسیدم که زنی که شوهرش بمیره این زن باید کجا عدت بگذرونه؟ شما میدونید که در تواریخ آمده و فقه ما داریم که زن تو خانه‌ای که میمیره شوهرش اونجا باید عدت بگذرونه. نظریه امام جعفر صادق این بود که فرمود حیث الشاء، هر جا که خواست. گفت چطور؟ گفت هنگامی که امام جعفر صادق ها مؤسس و بنیانگذار فقه جعفری میفرماید زمانی که حضرت عمر به شهادت رسید همسرش ام کلثوم را علی مرتضی باباش آمد دستشو از خانه گرفت و ام کلثوم زن عمر را چون که عمر شهید شده بود برد به خانه خودش. حالا علامه یعقوب کلینی در صحیح کافی، یکی از بزرگترین کتب صحیح الفیو، جلد 3 صفحه 121 چاپ الدار الاسلامیه سال 1401 این روایت را آورده که حضرت علی مرتضی آمد دخترش ام کلثوم را از خانه عمر برد بعد از شهادت عمر. دوم، شیخ محمد بن حسن حر عاملی در وسائل شیعه جلد 5 صفحه 457. این دو. 3. شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب الاستبصار جلد 3 صفحه 352. فروع کافی جلد 5 صفحه 346. 6. کتاب النکاح دارالکتب الاسلامیه
و 5 شیخ محمد نجفی در جواهر الکلام جلد 32 صفحه 279 تا 280 تأیید میکنن قول جعفر صادق رو که حضرت ام کلثوم زن عمر بن خطاب بود. روایت دیگر رو بشنوید. در زمانی که حضرت عمر زمام خلافت رو به دست داشت و ام کلثوم زنش بود، حضرت عمر پیک رو فرستاد به جانب روم، پادشاه روم. حضرت ام کلثوم یک مقدار دینار داشت، پول داشت، اینا رفت تا شیشه عطر خرید و هدیه فرستاد به زن پادشاه روم که اون رو به طرف اسلام متوجه بکنه. زن پادشاه روم به جای 2 شیشه عطر این 2 شیشه را پر از جواهرات کرد و فرستاد برای ام کلثوم زن عمر بن خطاب خلیفه مسلمانان. اتفاقا زمانی که این فاسد آمد عمر بن خطاب داخل خانه نبود. ام کلثوم این جواهرات را داخل دامانش ریخته بود، داشت میجمرد که عمر بن خطاب وارد شد. گفت اینها رو چه کسی فرستاده؟ گفت اینها رو زن پادشاه روم فرستاده. گفت میخواد چیکار کنی؟ گفت اینا مال منه. گفت نه خیر، سبحان الله، قربان عدالت دارم، نه خیر، اینها مال بیت المال مسلمانه، من و تو مسلمانان حق نیست برای من و تو که از اینها استفاده شخصی بکنیم. گفت ای عمر، ای امیرالمومنین، اینها عوض هدیه منه، من عطر دادم، اون جواهرات داد. حضرت عمر دید که ام کلثوم قانع نمیشه، گفت قضاوت بین من و تو به بابات علی پدرت بین من و تو قضاوت بکنه. حضرت علی کرم الله وجهه عمر قضاوت کرد، گفت ام کلثوم دخترم اندازه پولی که عطر خریدی از جواهرات بردار و بقیه حق با عمر، بقیه باید به بیت المال مسلمانان ریخته بشه. این روایت رو هم سنیان نیاوردن، بلکه شرح نهج البلاغه مال ابن ابوالحدید جلد 19 صفحه 315 که تأیید میکنه ازدواج این 2 بزرگوار رو که با هم دیگر ازدواج کردن. بنابراین اینها فرزندان حضرت فاطمه زهرا بودند و محسن در سن کودکی از دنیا رفتند و خود فاطمه زهرا تا زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم همواره مورد عطوفت و مودت رسول خدا و همواره از ویژگی بسیار خاصی برخوردار بود، تا این که متاسفانه روزهای رحلت رسول خدا نزدیک شد و داغ و غم هجران رسول خدا اونقدر که بر دوش حضرت فاطمه زهرا